من آیبولک پقه هستم. صنعت پوشاک رو با این شروع کردم. رمز موفقیت من لاک پشت بوده. آیبولک اسمیه که ریشه ترکمنی داره، در واقع اسمیه که یادگار پدرمه رو من گذاشته. معنیش هم میشه تکه‌ای از ماه، پاره‌ای از ماه، قسمت کوچیکی از ماه. کارو خب ذاتاً کلا آدمی نیستم که بخوام بیکار بشینم. اصلا اون ابتدا از بچگی مدلم اینجوری بود، یعنی نه که بخوام حالا بگم یه کاری انجام بدم حتما خودجوش حالا دنبال این بودم که یه کاری انجام بدم تو تایم بیکاریم، که دیگه حالا وقتی که سنم رفت بالاتر خب بیشتر احساس نیاز داشتم به کار کردن و اینو کاملا حس می‌کردم. مخصوصا بعد از اینکه خب من پدرم رو تو 15 سالگی از دست دادم، بعدش این موضوع برام پررنگ‌تر شد که حالا موقعیت هم جوریه که خودم باید رو پای خودم وایستم. حالا آدم وقتی کسی رو از دست میده، از عزیزانش و مخصوصا پدر، خب خیلی آسیبای زیادی به آدم میزنه، از ضروری. بله، مخصوصا برای دخترها. دیگه به این نتیجه رسیدم که من خودم باید برای خودم یه کاری انجام بدم. به خاطر هم چه سنی به این نتیجه رسیدی؟ من تو همون 16-17 سالگی قشنگ واقف بودم به این موضوع. خب چجوری وارد فکر کنم به این چرخ خیاطی شروع کنیم؟ بله. خب قصه شو بگو. اولین تجربه کاریم خب خیاطی بود. خب مامان من خیاطی انجام میداد، خاله هام هم خیاط بودن، از بچگی آشنا بودم، تو اون فضا بودم. حالا نه به صورت حرفه‌ای ولی خب دیگه تو اون فضا بودم دیگه. اونا حالا چرخ خیاطی داشتن و مشتری داشتن، میومدن میرفتن دیگه. من دیدم که خب من به خیاطی خیلی علاقه دارم. رفتم یه دوره خیلی ابتدایی گذروندم تو خیاطی، ولی خب خودم مجله‌های خیاطی می‌خریدم و خیلی کلا دیگه رفته بودم تو عالم خیاطی. یه جلسه رفتم کلاس خیاطی، برگشتم دیگه اعلام کردم که من مشتری میگیرم، لباس میدوزم. بعد مامان من گفت تو نمیترسی؟ این پارچه‌ها گرونن، مردم دارن واسط میارن، تو کلا 2 جلسه نشده رفتی کلاس خیاطی. گفتم نه، تو کار نشته باش، من چیز میکنم میدوزم و همینجوری که حالا میخوان تحویلشون میدم. کاری رو هم خراب نکردم تا الان، خدا رو شکر. از اونجا شروع کردم که بعدش دانشگاه قبول شدم، ولی رشته غیر مرتبط رفتم درس خوندم. من مهندسی اقتصاد کشاورزی خوندم، ولی خب تو تایمی که دانشجو بودم دیگه خیلی حرفه‌ای خیاطی انجام میدادم. دوره‌های خیاطیمو تکمیل کردم که دیگه لباس شب و لباسای مجلسی می‌دوختم بیشتر با همین چرخ خیاطی. عشق خیاطی بگیم، عشق به لباس خیلی دوست داشتم. مد، فشن، خیاطی، اینکه یه سری لباسایی بدوزم که متفاوت باشه. حالا تو طول خیاطیم هم یه فکر کنم مشتریام هم انگشت شمار بودن، واسه آدمای خاصی لباس می‌دوختم. اون موقع برای کیا می‌دوختی؟ اون موقع دوره دانشجویی؟ دوره دانشجویی دیگه؟ بله، دوران دانشجویی بود. برای کیا کار می‌کردی؟ خب یه سری دوستای خانوادگیمون بودن، یه سری فامیل بودن که حالا سلیقه‌شون با سلیقه من جور بود، ایده‌های منو میپذیرفتن، دوست داشتن، واسه اونا لباس میدوختم. لباسایی که من میدوختم خب تک بود تو مجلس دیگه. چه جوری این الگوها رو یاد میگیری؟ از کجا اون منبع؟ الان اینستاگرام و کتابای اینترنتی، اون موقع منبع چی بود؟ خب بیس خیاطی، الگوی خیاطی که یه چیز ثابته دیگه. بعدش برمیگرده به خلاقیت آدم، اون تکنیکایی که توش استفاده میکنی و متریالی که استفاده میکنی. خب سعی کردم که انتظارات مشتری رو برآورده کنم. الگوهای باحال کجا میدیدی؟ صبح تا شب تلویزیون ترکیه روشن بود دیگه. من رو کانالای ترک بودم و دیگه نسبت به پس از لباسایی که اونا می‌پوشیدن، ببین کسی که کنجکاوه که الگو رو پیدا کنه، وقتی دیتا دور برش نیست، از طریق ماهواره از الگوهای ترکیه استفاده می‌کنه، از سریال‌های ترکی. کی ازدواج کردی؟ به اینم فکر کنم همون دوره هاست نه؟ اواخر سال 88 ازدواج کردیم. دانشجو بودی؟ بله، اواسط دوران دانشجویی بود. ازدواجمون خیلی سنتی بود، در واقع یکی از دوستامون واسطه ازدواجمون شده بود، ما رو به همدیگه معرفی کردن که دیگه ازدواج کردیم. ختم به ازدواج شد. بله. اون موقع کارشون چی بود؟ همسر من مهندس عمران هستن که اون موقع تو جنوب کار می‌کردن رو پروژه‌های جنوب کشور. بله. همچنان خیاطی می‌کردم دیگه. بعدش بچه‌دار شدم. چند سالگی ازدواج کردین؟ من 23 سالم بود. 23؟ آیبولک به صورت حرفه‌ای که بخواد حالا اصلا ابتدا بهتون بگم، آره دیگه میخوام ببینم سال 2014 بود فکر کنم، نمیدونم. من چون همیشه از اینستاگرام و حالا گروه‌های تلگرام اینا که داشتم چک میکنم، خب من بچه دار که شدم دیدم که خیاطی یکم واسه من سخت شده داخل خونه. چون بچه حالا دست میزد به وسایل خیاطی، به سوزن دست میزد، 4 دست و پا راه میرفت دیگه. من احساس خطر داشتم قشنگ.
یکی از دوستام خیاطی میکرد، سبک کارش هم شبیه بود به من. بهش پیشنهاد دادم، گفتم بیا با هم دیگه بریم مزون باز کنیم یه جا. دو تایی با هم بریم مزون باز کنیم. بعد ما دو تا سبکمون شبیه به همه، سلیقه‌مون به هم دیگه میخونه. ما میتونیم مثلا یه مزون موفق با هم داشته باشیم که حالا دوستم رد کرد، گفت نه من نمیخوام حالا همچین کاری رو ادامه بدم و اینکه گفت تو ثابت داری خیاطی میکنی، من اینجوری نیستم، 2 ماه لباس میدوزم 2 ماه تعطیل میکنم. گفت من مثل تو نیستم، نه نمیشه. بعد من نشستم فکر کردم، گفتم خب من الان با وجود این بچه نمیدونم چرا اون موقع احساس کردم تنهایی از پس مزون بر نمیام، دوست داشتم یه نفر همراه من باشه. این شد که گفتم خب حالا که مردم سلیقه منو قبول دارن، منو به عنوان یه خیاط خوب میشناسن، سبک منو قبول دارن، خب من اینو برم چیز کنم، تبدیل کنم به لباس فروشی. آره این شد که این ایده اومد تو ذهنم. گفتم من حالا تستش کنم. از اولش هم من نرفتم مغازه بزنم. با همسرم در میون گذاشتم. همسرم گفت اوکی تو حالا تو این وادی که هستی و علاقت هم هست، تست کن ببین چه جوری میشه. بعد اون موقع خب این دوره‌های زنونه که همه شرکت میکنن پول میذارن، من اون موقع 1,200 پول دوره‌ام بود. گفتم من با این پول دوره میام استارت میزنم، حالا یا میشه اوکی این کار یا اینکه نمیشه دیگه، من چیز رو از دست ندادم. یعنی از خیلی آدم ریسک پذیری هم من نیستم، برخلاف چیزی که دیگران تصور میکنن. دیگران فکر میکنن من خیلی ریسکای بزرگی تو زندگی من انجام دادم، نه اینجوری نبوده. بعد پیش خودم نشستم فکر کردم، گفتم خب من این روابط عمومی رو دارم، از این ور سلیقه‌مو هم قبول دارن دیگران، گفتم خب بیام اینو استفاده کنم ببینم چه جوری میشه. بعد دیگه پارت اول با همون 1,200,000 رفتم بازار تهران، به سبک و سیاق خودم یه مقدار جنس آوردم که 1,200,000 رو نتونستم لباس بخرم، چون فکر می‌کردم خیلی پول زیادیه این و همه‌شو نخرم. یه ساک انقدی با خودم برده بودم، فکر کنم 800 تومن 850 تومن لباس خریدم. اومدم بعد سریع گروه کانال تلگرامی درست کردم، از چند نفر اطرافیانم دعوت کردم، گفتم من یه همچین کاری دارم میکنم. عکساشم اون موقع هر جوری که حالا میتونستم یه عکس قشنگ و در خور گرفتم، از یه پرده آویزون کردم یه همچین چیزی. دیدم که خب پارت اول اوکی بود، همه خیلی دوست داشتن و تقاضای شارژ مجدد یه سری محصولات داشتن. فروش رفت. بله. دوباره دیگه به همسرم گفتم شما لطف کن یه مرخصی بگیر، من دوباره میخوام برم خرید. اون موقع پسرم هم هنوز 1 سالش نشده بود. خلاص که رفتم پارت بعدی رو آوردم، 2-3 پارت من رفتم تو خونه شو خونگی گذاشتم، به ممبرای کانال تلگرامم اضافه میشد روز به روز. دیگه دیدم که تو خونه نمیشه، هم مقدار جنسا خیلی زیاد شده بود، بالاخره از هر پارتی که میرفتم جنس می آوردم یه مقدار میموند دیگه. دیدم نمیشه تو خونه. بعد حالا با همسرم در میون گذاشتم، با مامانم اینا رفتیم گشتیم توی پاساژی تو گرگان، طبقه یکش بود، طبقه بالاش بود که گالریای نقاشی اونجا بودن. 1-2 تا مغازه خالی بود که اجارهش خیلی پایین بود، ماهی 300,000 تومان بود. بعد اون موقع دیگه گفتم 300,000 تومان مبلغیه که ریسک نیست دیگه، حالا مبلغ بالایی نیست که من بخوام بمونم تو این اجاره. اولین مغازه اونجا بود که حالا عکساش هم هست. بعد اولین مغازه کوچولو توی تو پاساژ زرتشت نامی تو گرگان، آره اونجا افتتاح کردم. چند متر؟ 11 متر. 11. آره 11 متر که ما تونستیم 9 مترش رو به صورت مفید استفاده کنیم، چون مغازه خیلی حالت گوشه و قناسی زیاد داشت. اونجا رو حالا تبدیل کردیم به ویترین و اتاق پرو و اینا. بعد این مغازه 11 متری شروع آیبولکه؟ نه مونده تا شروع. اسمش چی بود؟ اسم نمیتونم روش بذارم، من فقط اون گروه تلگرامی رو جابجا کرده بودم انگار تو اون مغازه. یعنی اونجا ما افتتاحش هم کردیم، خب خیلی هم ذوق داشتم واسه افتتاحش. مغازه کوچیک چند وقت اونجا بود؟ بعد کی جابجا شدی؟ چه اتفاقی افتاد؟ من فقط 6 ماه بودم تو اون مغازه. خب برای افتتاحیه‌مون هم همونایی که تو کانال تلگرام بودن اطلاع داشتن دیگه، حالا دوستای نزدیکمون بودن، فامیلامون بودن. اومدم واسه افتتاحیه. بعد اونجا خیلی پاخور نداشت طبقه یکش، اون پاساژ طبقه همکفش خیلی خوب بود چون بورس پوشاک بود، همکفش و زیر زمینش خوب بود، منتها طبقه یکش بهتون گفتم گالری نقاشی بود. عملاً کسی که دنبال لباس بود نمیومد اونجا، به خاطر همون پاخورش خیلی کم بود و من همش نگاهم به طبقه همکف پاساژ بود. از این طرف هم از اجاره میترسیدم چون اجارهاش مثلا چندین برابر طبقه یک بود. ولی خب من دیگه نگاهم به همش به طبقه همکف بود و به یکی از مغازه‌دارای طبقه همکف سپرده بودم که اگه یه مغازه خالی شد به من خبر بده، من شاید بخوام جابجا بشم بیام پایین. بعد در همین حین خیلی هم میترسیدم. بعد همسرم به من گفتش که خب تو اینجا داری روزی انقدر میفروشی،
مثلا اگه بری طبقه همکف 500 تومن هم به این اضافه بشه به فروشه، تو اجاره رو میتونی پاس کنی، نگرانش نباش اصلا. بعد گفت تو چرا انقدر چیزی که یه قرون سرمایه از جای دیگه نذاری، همش میگی که من با پول خودم. گفت نهایت اگه کم آوردی حالا من کمکت میکنم، یه کارش میکنم، اصلا نگران نباش. اینجوری شد که اینا واسه من قوت قلبی شد. اون دوستمون که بهش سپرده بودم به من یه روز اومد گفتش که یه مغازه داره خالی میشه، اگر میخوای اینو دست بجنبون چون سری میگیرنش. دیگه منم مغازه رو گرفتم و اونجا رو دکور زدیم. اومدی پایین؟ اومدم طبقه همکف پاساژ زرتشت که دیگه اونجا بورس پوشاک بود و اونجا من دیده میشدم. اون موقع به نظرم ریسک بود. تغییر که معجزه بود واسه من. چه جوری؟ چه جنس؟ ما افتتاح کردیم. حالا در قالب افتتاحی هم چیزی نذاشتیم که ما داریم افتتاح میکنیم و اینو اعلام هم نکردیم. جای فقط گفتیم ما لوکیشنمون از طبقه 1 داره جابجا میشه به طبقه همکفه اون پاساژ. بعد من همون موقعی که کانال تلگرام داشتیم پیج اینستاگرامم باز کردم، همون سال اواخر سال 2014. تو اینستاگرامم هیچ کس نبود، خیلی انگشت شمار بودم، من بودم و یه چند تای دیگه. ولی خب با این حال من فعالیت داشتم، هفته یه دونه عکس آپلود می‌کردم، 10 روز یه بار عکس آپلود می‌کردم، ولی اونقدی واسم جدی نبود اینستاگرام. تو ایران جدی نبود اون موقع. واقعا اون موقع اصلا مثلا توی مهمونی توی جمعی میرفتی از هر 30 نفر 2 نفر اینستاگرام داشتن، مثل الان نبود. اون 2 نفرم هر از گاهی میرفتن حالا یه نگاهی بهش مینداختن یا نمینداختن. خب خرید آنلاین هم اونقدر باب نبود، اون موقع اعتمادم نمی‌کرد هیچکس. ولی خب من با این حال امیدم از دست نمیدادم. هر 10 روز یه بار 2 هفته یه بار میادم یه عکسی آپلود میکردم، از خودم یه عکسی میذاشتم، لباسا رو خودم میپوشیدم تو تنم و اینجوری بود. یه فروش فوق العاده رو هم روز اول تجربه کردیم، علیرغم اینکه حالا اطلاع رسانی خاصی هم نکرده بودیم هیچی. بعد من به همسرم فوق العاده یعنی از رهگذرا و اونایی که اونجا بله چون گفتم پاخور خیلی خوبی داشت هم کفش. طبقه یکیش اصلا پاخور نداشت. خب بعد من به همسرم گفتم که من اصلا باورم نمیشه این چیزه، چون ما امروز تازه اومدیم اینجا به خاطر همون فکر کنم جذابیت داشته واسه دیگران، به خاطر این بوده. بعد دیدیم نه فرداش پس اون همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. بعد من گفتم که نه دیگه پس این به خاطر افتتاحیه و حالا اول فصل و تب و تاب خرید و اینا نبوده، این یه چیزی هست توش. از همون روز اول تا الان سعی می‌کردم یه محصولی رو بیارم که از قیمتش بیشتر بیارزه و اینکه اون محصولی باشه که خودم هم حاضر باشم بپوشمش. یعنی من دوست داشتم اون محصولی که دارم برای شما پرزنت می‌کنم محصولی باشه که خودم دوستش دارم، واقعا الکی اونو پرزنت نمی‌کردم و اون شور و هیجانه به مشتری من کاملا منتقل میشد. چرخه واسه خریدش که پروسه داشتیم، قسطی خریدیمش موقع. دیگه اینکه لباسای زیادی باش دوختم، از پالتو بگیر من با این بنده خدا دوختم به زور، اینو زیر این سوزنش و اینا میبردیم، پارچه‌های زخیم و تا دیگه لباسای مجلسی و اینا. ولی واقعا واسه من یه شروعی بود که اگر این نبود شاید الان اینجا نبودم. من یه پیشنهادی هم بدم، برندها یه موزه‌ای دارن، شما یه موزه آی بلک باید داشته باشین، این اونجا باشه. آره میشه، خیلی ایده باحالیه. چرخ خوبی هم بود، خدایی خوب بر من کار کرد. خب خیلی از افرادی که همشهری من بودن منو اونجا شناختن، تو طبقه همکف همون پاساژ زرتشت. الان هم هست پاساژ؟ آره هست. اتفاقا بعد از من یکی از دوستام اونجا رو اجاره کرد، اون شد شال فروشی. اونجا منو شناختن گرگانیا، همشهریای خودمون، چون اینستاگرام دیگه یواش یواش تبدیل شده به یه ابزاری که ما لباسا رو شو می‌کردیم. از تو اینستاگرام نمیفروختیم، ولی مردم تو اینستاگرام میدیدن، میومدن که میگفتن آها این خیلی باید چیز خوبی باشه، پس بریم حضوری ببینیمش. میومدن حضوری، حالا لباس رو لمس می‌کردن، میپوشیدن و حالا می‌خریدن یا نمی‌خریدن. دیگه اینستاگرام به اون مرحله رسیده بود زمانی که من اومدم طبقه همکف پاساژ زرتشت. دیگه فکر کنم 2 سال و نیم من اونجا بودم تقریبا. مغازه هنوز اسمش آی بلک نیست؟ چرا دیگه از اول آی بلکه. میگم دیگه از اول آی بلک. اسم کانال تلگرام هم آی بلک بود زمانی که تو خونه بودم. بعدش برای ما یه پیشنهادی اومد که یه پاساژی داشتن میساختن تو گرگان به نام پاساژ رویال. یه پیشنهادی اومد توسط یکی از دوستامون که این مغازه رو شما بیا بخر. مغازه تقریبا نزدیک به 40 متر بود. از دم قسط حاضرن این مغازه رو به شما بدن. به خاطر اینکه شما پاساژ خب نوساز بود دیگه، میدونید دیگه اصولا سازنده‌های پاساژ دوست دارن یکی بیاد که اونجا پاخور داشته باشه و اینا. من رفتم لوکیشن مغازه رو دیدم، نه بد نیست، زیر زمین پاساژ بود، روبروی پله بود،
ناچار هر کی که می‌خواست بره زیر زمین باید رد می‌شد از اونجا. ولی خب واسه ما گرون بود مغازه، قسطش هم واسه ما سنگین بود. یکی از ریسکای زندگیمون به نظر من اون بود. همسرتون کارمندن اینجا؟ بله، تا اینجا همسر من کارمند یه شرکتیه. اوکی. خب ما وقتی بچه دار شدیم همسر من از جنوب اومد. دیگه دید من که جنوب برو نیستم، دیگه ایشون از جنوب اومدن شمال. بعد اینجا مشغول به کار بودن توی شرکتی. خب کمک منم بود دیگه، تهران میرفتم، من همیشه با همسرم میرفتم واسه خرید و اینا، حالا واسه کارهای فروشگاه کمکم میکردن تو تایمای بیکاریشون. دیگه این خیلی واسه ما یه جوری بود، هم دوست داشتیم این مغازه رو بگیریم از دم قسط، همین که از یه طرف دوست نداشتیم میگفتیم کم بیاریم، قسطاشو نتونیم پاس کنیم، چکاش پاس نشه فلان. ما روزش میگفتیم اوکی باشه بریم معامله کنیم بگیریم اینو، پای میز مذاکره بشینیم. شبش من میگفتم نه اصلا من میترسم، نه ما نباید این کارو بکنیم بدبخت میشیم، نه اصلا. دیگه انقدر دیگه دوستامون و اینا به ما گفتن و خلاصه قسمت شد که مغازه رو خریدیم، رفتیم مذاکره کردیم باشون، دستشون هم درد نکنه، خیلی لطف بزرگی در حق ما کردن. ما مغازه رو از دم قسط ازشون گرفتیم، مغازه که آماده بود، یعنی فقط ما باید میرفتیم دیزاین می‌کردیم داخلشو. اونجا دیگه اینستاگرام ما راه افتاد، ما روزی مثلا 10 تا 15 تا بسته داشتیم زمانی که اومدیم پاساژ رویال. افتتاحیه به قدری با شکوه بود که من اصلا باورم نمیشد. من 2 تا دستیار گرفتم به عنوان ادمین، چون قبلش خودم انجام میدادم دیگه، هم ادمین بودم، هم صندوقدار بودم، هم فروشنده بودم، همه کارا رو خودم انجام میدادم. خب رویال چون یه ذره بزرگتر بود مغازمون دیگه، 2 تا فروشنده داشتیم، بچه‌ها با ما همکاری می‌کردن، ادمین هم داشتیم که دیگه سفارش‌ها رو ثبت می‌کردن. از اونجا دیگه من رو فروش آنلاین و حالا تولید محتوا تو اینستاگرام خب خیلی کار کردم. عکس‌ها رو همه رو خودم می‌گرفتم. یعنی من لباس‌ها رو آخر شب که داشتم میرفتم خونه، مغازه رو می‌بستم میرفتم خونه، 2 تا پلاستیک بزرگ لباس‌ها رو پر می‌کردم میرفتم خونه، بعد از اینکه شام خوردم اتو می‌زدم، با گوشی موبایل عکاسی می‌کردم، عکسام که تموم شد دیگه می‌خوابیدم تا فردا 8 صبح بیدار می‌شدم دوباره این عکس‌ها رو پست بذارم تو اینستاگرام. این کارا همش به عهده خودم. اون دوره روزی چند ساعت کار می‌کردی؟ چون بچه هست، همسرم هست، آره. مادری، زنی، چند ساعت کار می‌کردی؟ 8 صبح تا 2 شب نان استاپ. حالا شما حساب کنین چند ساعته. شاید واسه بعضی فکر کنن که من دارم اغراق میکنم، حالا همینجوری یه چیزی دارم میگم که مثلا آره من خیلی کار میکردم، ولی نه واقعا اینجوری نبوده، نه اغراقه نه چیزی. خود آدم، یعنی خودم شخصا دارم به اون حالا چیزایی که میخوام میرسم، اون حسش به من انرژی میداد. خب من تارگت بر خودم مشخص میکردم که مثلا این ماه اینجوری، ماه بعد اینجوری، تارگت رو میزدم، بالاترش هم بود. تازه زمانی که اون مغازه 11 متریه طبقه اول پاساژ زرتشت رو می‌خواستیم افتتاح کنیم، خب گفتم دوستا و آشناها بودن تو افتتاحیه من دیگه، شخص غریبه که منو نمیشناخت اون موقع. یکی از دوستای مامان من از استانبول برگشته بود اون موقع، خیلی هم عجله می‌خواست بیاد ملحق بشه به این افتتاحیه، از اونجا با خودش این لاک پشت آورده بود. اینو بعد میگه که خب من الان عجله دارم، نمیتونم برم چیزی هم بگیرم و اینا، تا برم گل فروشی زمان میبره، الان تایم ندارم، نیم ساعت دیگه اینا تعطیل میکنن میرن. میگه خب این کار دسته، از استانبول هم آوردمش، ببرم حالا شاید یا تو خونه‌اش استفاده میکنه، حالا یه جوری تو گوشه مغازش میذاره. اون هدیه برای شما میاره. آره این هدیه افتتاحیه بود. خب بعد من اینو گذاشتم گوشه ویترین. چرا ویترین؟ خب دوست صمیمیمون بود، بعد اینم دوست داشتم، خوشم اومده بود ازش. بعد اصولا آدما وقتی هدیه‌ای که بهشون میدی حالا ببینن جلو چششون باشه، حس خوبی بهشون دست میده که این دوست داشته این هدیه‌ای که من بهش دادم. بعد من 6 ماه بیشتر اونجا دوام نیاوردم تو مغازه کوچیک دیگه، اومدم همکفم که اومدم من اینو گذاشتم تو ویترین. این همچنان بود تو ویترین. خب اونجا بودم دیگه 2 سال و نیم، نزدیک 3 سال تو اون مغازه بودم. بعد از اینجا اونجا شنیدم که میگن که این دختره دیدی تو اون پاساژ مغازه زده، این میدونی چرا انقدر فروشش زیاده؟ یه لاک پشت داره تو ویترینش. به خاطر اون لاک پشته، میگن یه لاک پشتی داره، اونو هر جا میره با خودش میبره، سر و جادوشه. بعد اون لاک پشته باعث میشه که هر کی رد میشه بیاد داخل مغازش. اومدیم رویال، بعد خب تعداد بچه‌هامون بیشتر شده بود، دخترایی که با من کار میکردن. شب داشت برمیگشت خونهشون، سوار تاکسی میشه، آقا بهش میگه اینجا کار میکنی؟ میگه آره من تو آیبالک کار میکنم. بعد میگه که راسته که میگن یه لاک پشت داره، اون باعث میشده که مثلا این همه فروش داشته باشه، مشتریا بیان تو مغازش. اون موقع ما تو رویال ویترین نداشتیم، منم این لاک پشت آوردم دیگه تو خونه، لاک پشت تو خونه بود دیگه تو مغازه نبود. دیگه تو مغازه نبود. بعد
این فروشنده‌مون اومد فرداش من گفتش که آیبولک جون دیشب تو تاکسی آقای به من همچین حرفی زد، جریان لاک پشت چیه؟ دیگه من موندم دیگه، گفتم دیگه به راننده تاکسی هم رسید داستان لاک پشت. خب شهر کوچیکه، دهن میچرخه. بعد دیگه واسش تعریف کردم، گفتم جریان لاک پشت اینه، ولی من فکر می‌کردم در حد داخل پاساژ بوده این حرف. فکر نمی‌کردم به بیرون درج کرده باشه. دیگه هممون خندیدیم و در حد مزاح بود. بعد دیگه من هر کی میپرسه که رمز موفقیت چیه میگم لاک پشت. این راههای فروشت مغازه است و اینستا و سایت داری یا واتساپ. سایت ما مصادف با قبل از اومدن کرونا بود. همون 3-4 ماه قبل از اینکه کرونا بشه ما موقع سایتمون رو ران کرده بودیم. یه سایت وردپرس داشتیم دیگه. آره اون موقع سایتمون اینجوری اختصاصی و اینا نبود. یه سایت وردپرس بود که قبل کرونا بود. دقیقاً 3-4 ماه قبل از کرونا بود. فروشگاهی که الان هستین 2 سال قبل افتتاح شد. بله 2 سال پیش اومدم فروشگاه فعلی. چند متره؟ 450 متره. 450 متر. پس یک مغازه 11 متری قناس که 9 مترش قابل استفاده بود رسیدیم به 450. الان به یک فروشگاه 450 متری و با چه تعداد فروشنده حضوری؟ فروشنده حضوری 20 نفر. 20 نفر. بچه‌ای که حالا کار آنلاین و بخش انبار انجام میدن چند نفرن جمعاً؟ اونجا نزدیک به 100 نفر نیرو داریم. 100 نفر. بله. اینستا کجا گل کرد براتون؟ اینستاگرام ما چون جزو اولیا بودیم، از اول مورد توجه بودیم تو اینستاگرام. سبک تولید محتوامون، عکاسیامون هم تا جایی ممکن من اوایل خودم عکاسی می‌کردم، سعی می‌کردم تمیز و بی‌نقص باشه، لباسا اتو شده. اون موقع یادمه 2 تا پیج لباس بودن، اصلا لباسا رو اتو هم نمی‌کردن. خب لباس پارچه است دیگه، چروک میشه. من اینا رو مرتب اتو می‌کردم، حالا یه دیزاینی کنارش می‌چیدم، نور مناسب. اوایل رو میز غذاخوری آشپزخونه عکاسی می‌کردم، چون یه لوستری داشتم از اون بالا، از این آویزا که نورش خیلی خوب بود. میرفتم رو صندلی و اونجا عکس میگرفتم. عکس‌ها هنوزم باید از زیر نظر خودم رد بشه، چون تاییدش کنی. بله تیم عکاسی کارشو انجام میده. حالا بعد از اینکه کارش تمام شد برای من میفرستن، من ادیت میزنم گاهن اینو حذف کنیم، بعد اینطوری باشه، چرا آستینش این مدلیه، لباس زیباییاشو نشون نداده. اینا یه ذره حالا اذیت میکنم بچه‌ها رو گاهن، ولی یکم اون برمیگرده به خروجی سلیقه شماست. خود پیج. ببین من به بچه‌ها کاملا آموزش دادم که سبک سلیقه من اینه. درسته تو عکاسی نور و بلدی، دوربین و بلدی، من شاید بلد نباشم دوربین رو دستم بگیرم، اما من این خروجی رو از شما میخوام. خب به خاطر همون دیگه بعدش ادیت میزنم رو کارشون که مثلا تو اینو بد چیدی، این رنگو نباید استفاده می‌کردی. اینا رو دارم. بچه‌های خودمونم خیلی خلاق و با استعدادن، ولی خب در کنارش من حتما باید یه مروری قبل از اینکه عکسو پست بشه یا استوری بشه یا تو سایت بره، بعد یه مروری داشته باشم رو عکس. الان اونجا پس این سلیقه و اعمال مدیریتی وجود داره. دلیل اینکه ما سایت زدیم این بود که خب من قبلش بهتون گفتم ادمین و اینا داشتیم که تو واتساپ حالا بچه‌ها مدل‌ها رو میفروختن، معرفی می‌کردن به مشتری‌ها. زمانی من اقدام کردم به سایت زدن که دیگه جوابگوی مشتریامون نمیتونستیم باشیم تو واتساپ یا توی دایرکت، چون خیلی تو صف منتظر میموندن تا بهشون جواب بدیم. یا مثلا بچه‌ها میمدن یه موجودی میدادن، موجودی رو که میدادن تا برگردن دوباره بهش جواب بدن موجودی مثلا تمام میشد. به خاطر همون دیگه من دیدم که خب نمیشه واقعا، دیگه ما باید سایت بزنیم. از یه طرف یه ترسی هم داشتم، چون تمام مشتریای ما عادت کرده بودن به اینکه یه ادمینی پشت خط باشه، راهنمایی بهشون کنه در رابطه با سایز، جنس لباس، حالا هر چیزی. ولی خب ما سایتو زدیم و یه 2-3 ماه با همون سایت وردپرس بودیم، اما بعدش سایت اختصاصی خودمون رو برامون طراحی کردن و نوشتن. ما همیشه از بین 11 صبح تا 1 ظهر محصولاتمون میره رو سایت. محصولاتی که حالا اون روز میخواد بره رو استیج فروش تو اون بازه زمانی میره. ولی خب ما تو اون 2-3 ساعت نمیتونیم 25-6 تا محصولی که در روز داره میره رو سایت رو بیایم معرفی کنیم تو اینستاگرام. وقتی که تو اینستاگرام معرفی میشه اولین محصولی که میذاریم، خب الان شما خودتون گفتین 1,800,000 نفر فالوور. دیگه 1000 نفرشون هم محصول بپسندن، میدونید دیگه چه اتفاقی میشه. حالا ما توصیه‌مون به فالوورامون و به مشتریامون اینه که خودشون خودجوش برن زود سایت رو چک کنن، سایت و اپلیکیشن رو اگه چک کنن راحت‌تر میتونن از ما خرید کنن. پس برای تهیه لباس از شما میتونن یکم زرنگ بازی در بیارن دیگه، همزمان با همه نبینن، برن اختصاصی ببینن خودشون. پیجایی که کوچیکن، کلا سایت که مناسب نیست برای پیجایی که کوچیکن، چون
هر چقدر که با مشتری یا با فالوور تو تعامل بیشتری باشی راحت‌تر ازت خرید میکنه. وقتی اون بر خط صدای یه نفر رو میشنوه، حالا وایس میده یا مثلا تکست می‌نویسه میفرسته، اعتماد بیشتر. آره این خیلی حس بهتری به اون مخاطب میده. من کلا به همین توصیه میکنم، میگم تا زمانی که اشباع نشده فروشتون، تا اون لحظه‌ای که دیگه شما جوابگو نبودید، نمیتونستید به مشتری جواب بدید، تعدادشون زیاد شده و اینا، تا اون موقع سایت نزنید. یه حاشیه امنی برای خودشون اول درست کنن اینور، مشتریای ثابتشون رو داشته باشن، از طریق واتساپ و دایرکت حالا فروش داشته باشن. بعد دیگه سایت که زدن حداقل اون تعداد آدما رو دارن که بیان از سایتشون خرید کنن. بعدش هم یواش یواش به اونا اضافه میشن دیگه بقیه مشتریان. ما کلا از کانال دیگه هیچ فروشی نداریم، فقط فروش حضوری و وبسایت. نه از طریق دایرکت فروش داریم، نه از طریق واتساپ. هیچ دیگه الان اصلا در دایرکت یا حضوری یا اپلیکیشن و وبسایت، همین دوتا. کرونا برای شما خوب بود یا بد؟ کرونا برای ما خیلی خوب بود، نقطه پرتابمون بود در واقع تو فروش آنلاین. فروش آنلاین. بله خب فروش حضوری که خودتون دیدین وضعیتش چطوری بود تو ایام کرونا. ما الان حالا اگه بخوایم بپردازیم به فروش آنلاین، خب ببینید یه موقعیتی بود که مردم همه ترس داشتن بیان بیرون، مغازه‌ها همه بسته بود. خب آدم‌ها چی کار می‌کردن تو خونه؟ باید یه خریدی انجام میدادن، بعد از جای مطمئن دوست داشتن خرید کنن، از جایی خرید کنن که یه زیرساختی داشته باشه، همه چیش اوکی باشه. ما هم از شانس چند ماه قبل از کرونا سایتمون همه چیمون آماده بود. خب یه جای جدا داشتیم واسه فروش آنلاینمون، قبلش داخل همون مغازه میفروختیم، بسته بندی می‌کردیم دیگه، ولی خب دیگه ما قبلش یه مکان جدا داشتیم، پشتیبانی تلفنی داشتیم، یک نفر فقط، دیگه یه انبار کوچولویی داشتیم، همه چیز در ابعاد کوچیک داشتیم دیگه. این شد که ما تو کرونا تونستیم اعتماد مردم رو جلب کنیم، اعتماد فالوورایی که حالا از ما خرید آنلاین هم نداشتند، اون موقع دوست داشتن که دیگه آنلاین خرید کنن. یعنی تیم من فوق‌العاده است، به جرئت میتونم بگم که نظیر ندارم بچهای من. شاید اون کار علاقمندی 100% نباشه، ولی من احساس میکنم تو اون تایمی که با من دارن کار میکنن اون کارو دوست دارن. سعی کردم محیط رو یه جوری براشون فراهم کنم که یه کار ویژه داشته باشن، هی از این کار به اون کار نرن، شرح وظیفه‌شون مشخص باشه. خیلی زیاد براش تبلیغ کردی یا نه برای پیجت؟ نه، من کلا بخوام حساب کنم تو این چند سالی شاید 5-6 بار تبلیغ انجام داده باشیم. معیارهات برای استخدام چیه؟ برای استخدام، برای هر بخشی که می‌خوایم نیرو استخدام کنیم، حالا چه بخش فروش آنلاین باشه چه حضوری باشه، بخش فروش آنلاین خب بخشای مختلف داره باز خودش، نمیدونم بسته بندی داریم، عکاسی داریم، جمع آوری فاکتور داریم، پشتیبانی داریم، همه اینا من باید حتما خودم مصاحبه کنم با کسی که میخواد بیاد کار کنه. دوست ندارم سابقه کاری داشته باشه کسی که میاد. چرا؟ جالبه. چرا؟ من احساس میکنم کسی که سابقه کاری نداره بیشتر با تیم میتونه مچ بشه تا کسی که یه جای دیگه کار کرده. خب ممکنه یه سری آموزش‌های اشتباه دیده باشه یا اصلا سیستم اون جایی که قبلا کار میکرده با سیستم من جور در نیاد. اما یکی از حالا چیزایی که باید داشته باشن، یکی از مشخصاتی که باید داشته باشن واسم خیلی مهمه، با انگیزه بودن و مسئولیت پذیر بودنه. همیشه سعی کردم آدمایی رو به کار بگیرم تو آیبولک که خوشقلبم باشن، در کنار اینکه اون کارو خوب انجام میدن. یعنی واسه من خیلی فرقی نمیکنه که مثلا طرف ممکنه یه کاری رو خیلی حرفه‌ای انجام بده، ولی از اون ور اگه بخواد بدتینت باشه، همکارشو اذیت کنه، جو سازمانی منو بخواد به هم بریزه، نمیتونم تحملش کنم. حالا اون آدم بخواد خدای تخصص باشه، چون کار یاد گرفتنیه. ممکنه یه آدمی باشه که مسئولیت پذیر باشه، انگیزش بالا باشه، کارو بلد نباشه، در عرض یه ماه ما کارو بهش یاد میدیم، ولی اونی که تینتش خوب نیست و ما نمیتونیم کاریش کنیم متاسفانه. به خاطر همون همیشه سعی کردم که دخترایی که دارن باهم کار میکنن از این جنس باشن. چه موانعی پیش روت بوده؟ کجاها اذیت شدی از اون روزهای اول تا شاید الان؟ تو کشوری داریم زندگی میکنیم که همین جوریش خیلی بها داده نمیشه، مخصوصا تو بیزنس به خانوما. شاید من اگه آقا بودم کارم خیلی راحت تر بود، شاید الان تو حالا ردایی بالاتری بودم. اون روزایی که مغازه کوچولو 9 متر 11 متری که 9 مترش قابل استفاده بود و داشتی، اینجا رو نمیدیدی؟ میدیدی؟ اینجا رو میدیدم. میدیدی. و الان
الان خب یه افقی تو ذهنم هست برای کار، برای گسترش کار. دوست داری یه ذره بهمون بگی؟ به پیشنهادهای مختلف فکر میکنم واسه نمایندگی و حتی خارج از کشور و همه اینا فکر میکنم. حالا بعد زمانش پیش بیاد و اینکه قابل مذاکره است. پس نمیزنمش، بعد ببینیم چه جوری میشه. ولی خب فکرای بزرگی دارم واسه آیبولک. احساس میکنم تازه اول راهیم. بله احساس میکنم تازه اول راهم، یعنی تازه متوجه شدم که کسب و کار یعنی چی. چون تو این چند سال انقدر درگیر مسائل مختلف بودم تو بیزنس که تعریف خیلی دقیقی از بیزنس رو نمیدونستم تو ذهنم، واقعیت نمیتونستم تعریف کنم. ولی الان افق دیدم باز شده، با آدمای جدید آشنا شدم، یه سری فکرهای دیگه میکنن راجع به بیزنس که 3 سال قبل حتی من همچین فکری نداشتم. الان که بیزنس بزرگ شده آیا همه بخشا رو خودت انجام میدی یا یعنی جنس کار یه جوری شده که به متخصصین دیگه هم احتیاج داری؟ دیگه از اون دایره علم و دانش من خارج شده واقعیت و خب احساس نیاز میکنه آدم به یک سری افراد متخصص که بخوایم از تخصصشون استفاده کنیم و به ما راهنمایی کنن. الان تقریبا 1 سال خورده‌ایه که از این سری متخصصا مشاوره میگیریم، استفاده میکنیم از نظراتشون، ولی تا قبلش نه. تو چه حوزه‌هایی داری کمک میگیری؟ تو حوزه برندینگ، از اون ور واسه سیستم سازیمون، مدیریت بچه‌ها، هر چیزی که احساس کنیم که خودمون توش ناتوانیم. بعد چرا توی این قصه مهاجرتی که الان داری، توی این جایی که هستی، چرا به مهاجرت فکر نمی‌کنی؟ تو که پول داری، بیزنس هم داری، چرا ول نمی‌کنی بری؟ شاید تنها چیزی که بهش فکر نمی‌کنم مهاجرته. چرا؟ نمیدونم، من دوست ندارم از اینجا برم. از اولش هم از اون مدلای مهاجرتی نبودم. خیلی از دوستام از ایران رفتن، هم دوره‌ای خودم، ولی خب من خیلی دوست نداشتم. احساس می‌کنم که اینجا بهتر میتونم کار کنم و اینکه من احساس میکنم تو ایران راحت‌تر میشه پول درآورد. الان چون یه مقدار دیگه ما توسعه دادیم کسب و کار رو، واقعا از یه لاین نمیشه تهیه کرد اجناسو. یعنی ما باید چندین لاین مختلف داشته باشیم که بتونیم جوابگوی مشتریامون باشیم. یه بخشی از کارامون تو گرگان تولید میشه، تو شهر خودمون تولید میشه، تقریبا میتونم بگم 50% تو شهر خودمون تولید میشه. یعنی بهشون طرح میدی، ازشون میخوای، یه طرح‌هاشون رو میارن میگی اینا رو بزن؟ گاهن خودشون یه سری پیشنهادات دارن، گاهن من طرح بهشون میدم، رنگ بندی رو انتخاب میکنم و حالا آماده میشه کار. بعد یه بخشی هم یه سری تولید کننده‌های خیلی بزرگ تو تهران برام تولید میکنن، یه سریاشون هم که خب از بازار بزرگ تهیه میکنیم. حالا سعی کردیم اینجوری مشتریان رو راضی نگه داریم. یه چرخه است، یه چرخه زنجیره بزرگی داره کار میکنه و پرفکت. آفرین. اولا که ما یه کنترل کیفی داریم قبل از اینکه محصول رو استیج فروش بره رو سایت. ولی خب ببینید کسی که لباسا رو کنترل میکنه آدمیزاده دیگه، ممکنه چشمش خسته بشه اون لحظه، یا ممکنه لباس انقدر طرحدار و شلوغه که نبینه ایراد کوچیک رو لباس. گاهی پیش میاد پارچه است دیگه. حالا ارسال شده به دست مشتری، رسیده و مشتری ناراضی، زنگ میزنه، با پشتیبانی صحبت میکنه، ما حالا یه سری کارا انجام میدیم. اگر مشتری ابراز کنه، خب یه سری از افراد هستن که خب ابراز نمیکنن، خیلی بده این. من دوست دارم هر کسی که ناراضی ابراز کنه، واقعا اصلا از این موضوع واهمه‌ای ندارم هیچ وقت. چون ما نمیتونیم 100% رصد کنیم، ولی اینکه خودشون دایرکت میدن، کامنت میذارن یا تماس میگیرن با پشتیبانی، خیلی به ما کمک میکنه. پس یعنی الان داریم میگید هر کی از ما جنس گرفت، ناراضی بود یا مشکل داشت، حتما به اون بازخورد بدید. حتما من خیلی دوست دارم. مامان آیبولک، یعنی آیبولک مامان برند آیبولک داره میگه اگر خریدی کردید که ناراضی بودید حتما به سیستمشون فیدبک بدید. آره. ببین ما تا جایی ممکن سعی میکنیم که مشتری رو راضی نگه داریم. حالا یا در قالب تخفیف، یا میگیم کالا رو پس بفرست واسه ما، یا اینکه براش یه هدیه‌ای میفرستیم بعد از اون که بخوایم. ببین تمام سعیمون اینه که رضایتش رو به دست بیاریم. چون وقتی خودمو میذارم جای مشتری، خب حس بدیه دیگه، اونو با 1000 آرزو خریده که می‌خواسته حالا با یه چیزی ست کنه، یه جای مخصوصی بپوشه، وقتی لباس رسیده دستش خب دیده که اینطوریه، حس بدیه. کلا وقتی که یه محصول رو از ما میگیرن، خب یه سری محصولات هست که من خیلی روش تایم میذارم. حالا تو انتخاب پارچه‌اش، مدل دوختش، چند بار از تولیدی میاد میره، من اصلاح میکنم، ادیت میکنم. بعد وقتی میبینم یکی اینو قشنگ ست کرده، پوشیده اومده تو فروشگاه، تو تنش میبینم یا واسه ما عکس میفرستن، واقعا لذت میبرم. کلا آدمی نیستم که بخوام به حواشی بپردازم.
و اصلا هم به مسائلی که بخواد تمرکز منو از هدف اصلیم منحرف کنه نمیپردازم اصلا بهش حتی لحظه ای. برای ورود به صنعت شما درسته؟ ما لازمه که مثل خودت یه چرخ اینجوری داشته باشیم و پشتش عمر سپری کرده باشیم؟ تخصص خاصی میخواد یا نه هر کسی میتونه وارد این صنعت بشه؟ به نظر من هر کسی میتونه وارد این صنعت بشه. نیازی هم نیست که حتما حالا این داستان چرخ خیاطی و یا سابقه‌ای که من داشتم و داشته باشه صرفاً، ولی خب باید یه بیزنس مدلی داشته باشه تو ذهنش دیگه. مثلا من روز اولی که اومدم تو این حرفه کل هدفم این بود که یه لباسی رو ارائه بدم به مشتریانم که بیشتر از اون قیمتش بیارزه. حالا هر کسی میتونه با یه مدل بیزنسی، یکی میتونه بیاد بگه من میخوام یه محصول خاص تولید کنم، ازش 2 تا دونه تولید کنم از هر مدلش و بیام مثلا این قیمت بفروشمش. بستگی داره که با چه مدلی پیش میبره دیگه، وگرنه که خب هر کسی میتونه وارد این حوزه بشه. اتفاقا ما چند وقت پیش یه باکس سوالم گذاشته بودیم تو اینستاگرام که آیبولک رو به چی میشناسین. خب فیدبک های جالبی گرفتیم. یکی همین بحثی که الان بهش اشاره کردیم که لباسای قشنگ و حالا قیمت‌های خوب که مشتری راضی بود. بحث صداقت رو داشتیم. فالوورها با خودم خیلی ارتباط خوبی دارن، ولی دایرکتایی که مربوط به لباسه، حالا ما یه لباسی گذاشتیم میان راجبش سوال میکنن اینو با چی ست کنیم بهتره، همه اینا رو حالا یا وایس میدم بهشون یا می‌نویسم. ادمینامون هم هستن، ولی خب منم حتما 1-2 ساعت دایرکت جواب میدم در روز که اون زنجیره خراب نشه، چون دوست دارم واقعا خودم که پیگیر باشم ببینم نظرات فالوورامون چیه. خب تولید کننده میخواد بین من و اون کسی که 2 جین داره برمی‌داره با منی که دارم 5000 تا از اون کار برمی‌دارم میخواد شاید 2000 تومان 3000 تومان تفاوت و حالا اختلاف قیمت داشته باشه. نه اصلا اون که خب یه سریا فکر میکنن که ما خیلی پایین‌تر خرید میکنیم قیمت‌ها رو، قیمت تمام شدهش برای ما خیلی کمتره، ولی اینجوری نیست. ما در واقع رو تیراژ فروش جبران میکنیم. آره به نظر من خیلی فعلا بازار بکریه. علیرغم اینکه خیلی فکر میکنن اشباع شده، شاید مدل بیزنس ما اشباع شده و کسی که میخواد ورود کنه به این حوزه رقابت براش سخت باشه با مدل بیزنس ما، چون فقط ما نیستیم، برندهای دیگه هم هستن که دارن کار میکنن. به خاطر همون شاید واسهشون یکم اوایلش ناامید کننده باشه، ولی خب با مدل بیزنسی جدید خیلی هستن دارن کار میکنن و جواب گرفتن، خوب دارن میفروشن. اول من تبریک میگم به همه اون خانمایی که دوست دارن کار کنن و تو این جامعه مستقل باشن. بعدش هم که قرار نیست همه ما کارآفرین باشیم. یه سری‌ها خیلی خودشون اذیت میکنن واسه این موضوع. ما میتونیم یه کارمند خیلی خوب و مفید باشیم، میتونیم مدیر یه مجموعه خیلی بزرگی باشیم، در واقع میتونیم یه کارمند خیلی عالی و موفق باشیم تا یه کارآفرین شکست خورده، چون حتما تو دور و برتون دیدید همچین چیزی رو. ولی کلا کار کردن واسه من خیلی ارزشمنده و همیشه به اطرافیانم اینو توصیه میکنم. میگم شده تو خونه لواشک درست کنید بفروشید، اما دستتون تو جیب خودتون باشه. مخصوصا تو کشوری مثل کشور ما واقعا لازمه، چون نگاه آدما عوض میشه. اون انتظار آدما، طرز فکرشون نسبت به ما زنها عوض میشه که این خانم مستقله، درآمد خودشو داره، تصمیمات خودشو میگیره. با همشهری‌ها و همزبونی‌ها و اون هم قبیله‌ای‌ها هم میخوای ترکمنی صحبت کنی؟ یه یادگاری زبان زیبا رو هم تو این پادکست داشته باشیم. آره نمیشه. بگو یه چیزی. Siz Türkmen doğullarımızda da aytiyan, məxsusən venanalara, həttmən işləng, həttmən elingizdə öz cüvingizdə olsun, hiç kimə ehtiyacınız olmasın. Mən siz yanıq Türkmen işlədim, təlaş etdim, hədəfləmi yetdim. Sizə də tövsiyə edirəm ki, həttmən işləng. اصلا اگه امید نباشه که خب نمیشه ادامه داد. باید به یه چیزی امیدوار باشی که بتونی انگیزه بیاد سراغت، بتونی اون حالا هدفایی که داری بهش برسی. لذت چای ریختن برای همسر رو و تو خونه بودن رو به عنوان یک زن داری و تجربهش میکنی؟ این روزا بله. این روزا بله. ولی اگه بخوام برگشت بزنیم به چند سال قبل، نه واقعا. در کل نه. همسرم بر من چای میریخت. برعکس بود. نمیدونم یه جور شاید از خود تعریف کردنم باشه، ولی وقتی که توی خانواده‌ای، توی فامیلی یه نفر میاد یه کاری انجام میده، حالا اون کار موفقه، دور و بریش ازش خیلی تاثیر میگیرن و این سرایت میکنه به محیط اطرافشم.
که حالا بقیه اونایی هم که کنارشن میگن که خب ما میتونیم همچین کاری بکنیم یا شبیه این کارو انجام بدیم. این خیلی مهمه. آدم باید کاری رو انجام بده که دوستش داره. کاری رو که دوستش نداری در نهایت ازش زده میشی. حالا میخواد هر چیزی باشه. میخواد مهندسی باشه، میخواد پزشکی باشه، میخواد خیاطی، آرایشگری. وقتی ذاتاً اون کار رو دوست نداری، ناخودآگاه تو از اون کار زده میشی. خب من فروشندگی رو در واقع دوست دارم. خود مدل فروشندگی رو دوست دارم. الانم وای میستم شلوار میفروشم، تیشرت میفروشم، سایز میزنم تو تن مشتری، چون اینو خیلی دوست دارم، قلباً دوست دارم. باید اون کار رو دوست داشته باشیم. یکی هم ممکنه که تو خونه بخواد باشه، به بچهش برسه. کلاً که باید اون کار رو انجام بدیم که بهمون حس خوبی میده.